خب حالا میخوایم پشت بازو تناب بزنیم از پشت سر. بچه خیلی کم، زیاد نمیخوام خم شی، خیلی کم. یه آسان میتونی یه ذره بدید عقب، دستا جمع، رو به جلو. موقعی که میارید بالا بکشید دستتون، دست رو صاف کنید، سعی کنید آرنجتون رو صاف کنید. نگاه، یا جفتم میتونید وایسید بزنید، این بهتر که تعادلتون رو حفظ کنید باش. یه ذرم بشینید، صاف وای نستید، یه کم خم شید، بشینید.